پودر مخمل یک پودر خشکه که از الیاف نساجی تهیه میشه. اکثرا یا پلیامید هستن یا ویسکوز یا پلیستر، برخی هم اکریلیک. که پلیامید چون جواب بهتری داده، الان اکثر بازار پلیامید عرضه میکنن. پودرها در واقع به سایزهای مختلف برش خوردن. یعنی شما فرض کنید که یه فرش ماشینی رو اومدین به سایز 1 میلیمتر قیچی کردید. اون پودرهای ابعاد 1 میلیمتر اون میشه پودر مخمل. منتها البته یه سری مواد دیگه‌ای بهش میزنن که بتونه بار الکتریکی رو به خودش جذب کنه. چون ما در این تکنیکمون در این دسته در واقع با یه ولتاژی که سر دسته ایجاد میکنیم و منتقل میشه به داخل ظرف پودر، ما پودر رو بهش الکتریسیته ساکن میدیم و همین باعث میشه که پودرها باردار بشن، بار هم نوع داشته باشن و بنابراین همدیگه رو دفع میکنن. به خاطر همین از توری ظرف میپره بیرون این پودر. یعنی الان ما توری که در اینجا داریم و فلزی که این زیر داریم، این فلز باعث میشه که پودر باردار بشه و اینا همدیگه رو دفع میکنن و از این توری به سمت بیرون جهش میکنه بدون که نیازی به فشار باد یا چیز دیگه ای باشه. حالا این پودر چون الیاف پرزداره، در واقع پرز بلند هست، وقتی که ما اینو بار الکتریکی بهش میدیم، الکتریسیته ساکن بهش میدیم، باعث میشه که این الیاف به صورت ایستاده توی چسب، حالت نیزه مانند فرو بره توی چسب و همونجور بمونه تا اینکه چسب خشک بشه. و این خاصیت اصلی که ما لازمه که بهش الکتریسیته ساکن بدیم تا این الیاف به صورت ایستاده توی چسب قرار بگیرن و طرح برجسته ای رو بده. علاوه بر اون باعث میشه که پودری که ما میپاشیم روی سطح فقط یک لایه بشینه. یعنی شما هر چقدر که اضافه بگیرید اونجا پودر اضافه بشینه، ناهموار بشه، وجود نداره. کاملا یک سطح به همون سایز مخملتون، یعنی اگه 1 میلیمتر هست به سایز 1 میلیمتر میشینه روی کار. پودرهایی که بیشتر مرسوم هست یا از پودرهای ترک هست که رنگ‌های مختلفی داره، رنگ‌های فسفوری، رنگ‌های اکلیلی که برق میزنه و رنگ‌های معمولی. در تنوع رنگ‌های مختلف هست و هر کدوم از این رنگ‌ها سایز سفارشی شما رو داره، یعنی نیم میلیمتر، 1 میلیمتر تا 10 میلیمتر. که سایز 1 میلیمتر از همه بیشتر استفاده داره، بعد نیم میلیمتر هست، نیمش بیشتر شبیه جیر میشه و سایزهای بالاتر که کاربردهای خاص داره. مثلا این سایز 6 میلیمتر سبز رنگه که اگه دقت بکنید شبیه چمنه که از این برای ساخت چمن مصنوعی توی دکورها استفاده میشه. حتی از 10 میلیمترش برای ساخت پادری استفاده میکنه. نمونه های پودر ایرانی هم وجود داره که این پودرها در حد نیم میلیمتر ترک هست، یعنی ریزه و سایز بندی نیست، فقط نیمو داره. البته خب قیمتش هم ارزون تره و یه جاهایی مغروم به صرف است. علاوه بر همه اینها که گفتم، شما این رنگ ها رو میتونید با هم مخلوط هم بکنید و یه کوالیته رنگ دیگه ای درست کنید. مثلا الان این مجسمه بال عقاب که هست 2 تا رنگ اصلی داره ولی یک رنگی که مخلوط شده بین اینها و یک کوالیته بینابین رو داده. میتونید شما به راحتی اینها رو مخلوط کنید، حداقل تا سایز 1 میلیمتر هیچ گونه مشکلی نداره و کاملا یه رنگ دیگه ای بهتون میده. این که مثلا بگیم پودر است و دونه دونه مشخص بشه نیست. خود پودر هم عرض کردم که الیاف خشک است. این الان پودر ترک 1 میلیمتره که شما اگه از نزدیک ببینید کاملا الیاف
برش های 1 میلیمتری خوردن که وقتی اینجا این بهش بار الکتریکی داده میشه از داخل این توری پرتاب میشه بیرون و روی کاری که چسب خورده میشینه. پودر در مقابل رطوبت کاملا مقاومه، حتی در مقابل حرارت هم مقاومه. بعضی از چسب ها که در کارهای نساجی و چاپ لباس به کار میره بین 180 تا 200 درجه باید حرارت ببینه تا پخت بشه. مخمل هیچ مشکلی تو اون حرارت نداره. حتی روی شمع که کار میشه، شمع‌های تعظیمی یا شمع‌های جشن تولد، شمع‌های مصرفی، شعله شمع که بهش میرسه یک کمی کز میشه، یعنی مشتعل بشه یا دود بکنه یا امثال اینها، هیچ اتفاقی براش نمیفته و در مقابل حرارت هم مقاومت کافی داره.